بیا ببرمت وسط دریا، وسط یه نبردی که هیچ وقت فراموشش نمی‌کنی. پیرمرد و دریا. داستانمون اینه. پیرمرد و دریا اثر ارنست همینگوی درباره زندگی یک پیرمردیه که ماهیگیره. داستان از این قراره که این پیرمرد که اسمش سانتیاگوه توی یک روستایی نزدیک دریا زندگی میکنه و یک ماهیگیر پیره و حدوداً 84 روزه که هیچ ماهی نگرفته. و وقتی یه ماهیگیر یه تایم طولانی ماهی نمیگیره، دیگه یه اصطلاحی دارن که میگن وقتش برگشته و دیگه نمیتونه یعنی ماهی بگیره. ولی این پیرمرد امیدش از دست نمیده و به تنها چیزی که اعتقاد داره اینه که امید هیچ وقت نمیگیره. یه روزی سانتیاگو تصمیم میگیره که با قایق کوچیکش بره تو دریا و ماهیگیری کنه و وقتی میره یه ماهی خیلی غول‌پیکر و بزرگ به قلابش گیر میکنه و این تازه شروع ماجراست که سانتیاگو چیکار میکنه و این ماهی چیکار میکنه، چه اتفاقی براشون میفته. داستان درباره امید و شکست ناپذیری انسانه که آدم توی هر شرایطی چقدر میتونه امیدوار باشه و چقدر میتونه تلاش کنه که شکست نخوره. اگه این داستان رو خوندید به نظرتون بگو، اگر نخوندید الان وقتشه. همین. یه چیز دیگه، یه چیز جذاب که تو این کتاب هست اینه که خیلی از اصطلاحات و چیزای ماهیگیری رو هم تو این کتاب میگه که خیلی جذابه. دیگه همین کتاب دیگه